خاطرات ترسناک شما پارت دوم. اون 8 ساعت داشتم به این فکر میکردم که چجوری بدون اینکه یادم میاد به اون باغ رفتم. اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی من تو خواب راه میرفتم؟ یعنی کی من رو به باغ برده؟ تا اینکه آخر هفته شد و من به خونمون برگشتم. وقتی که به خونمون رسیدم به طرز عجیبی خوابم گرفت، انگار که 10 روز بود نخوابیده بودم. انرژیم تموم شد و بلافاصله سرم روی بالش گذاشتم و به خواب رفتم. حس می‌کردم که تازه خوابیدم که یک زن جوان به خوابم اومد. با صدای خیلی قشنگش بهم گفت که چرا دیگه برام آهنگ نمیخونی؟ من گفتم تو دیگه کی هستی؟ سوالش رو تکرار کرد و گفت که چرا دیگه برام آهنگ نمیخونی؟ وقتی که دوباره پرسیدم که کی هستی، یه دفعه با صدای ترسناک و وحشتناکش گفت که چرا دیگه برام آهنگ نمیخونی؟ منم از ترسم گفتم که فرماندم دیگه نمیذاره کنار دریا یا تو باغ تمرین کنم. صداش با حالت عادی برگشت و گفت که من اون رو درستش میکنم. آخر هفته تموم شد و صبح شنبه من به پادگان رفتم. وقتی که به پادگان رسیدم فهمیدم که فرمانده کل نیومد. سرگرد اومد گفت که فرمانده دیشب توی تصادف بدی 2 پاهاش شکسته و از چند جا بخیه خورده و چند ماهی هم قرار نیست بیاد اینجا و گفت که تا یه مدت از من دستشویی بگیری. من از ترس نمیدونستم چیکار کنم و از طرفی هم از اون زنه خیلی میترسیدم که نکنه سر منم بلایی بیاره. خلاصه که شب شد و من اصلا حسی برای خوندن نداشتم و جرئت نکردم که برم کنار دریا یا تو باغ تمرین کنم. وقتی که اون شب خوابم برد، همون زن با لباس سیاهی، انگار که سیاهش پررنگ‌ترین سیاه دنیا، به خوابم اومد، ولی با حالت عصبانی. بهم گفت که چرا امشب نیومدی؟ من خیلی منتظرت بودم. و بهش گفتم که قول میدم فردا شب حتما میام. صبحش که بیدار شدم کل داستان رو برای بچهای خوابگاه تعریف کردم. اکثرشون فقط خندیدن، ولی علی و رضا باور کردن و رضا گفت که بابا بزرگم شیخ مسجده و به این موضوعات ماورایی تسلط داره. فعلا تا آخر هفته باش مدارا کن که آخر هفته بریم پیش بابا بزرگ تا بهمون بگه که مشکل چیه و فعلا به خانواده‌ات چیزی نکن. خلاصه که من شب‌ها میرفتم کنار دریا یا تو باغ خلوت و تاریک تمرین میکردم، ولی اون صداها بیشتر و بیشتر میشد. سعی میکردم بهشون عادت کنم چون که چاره دیگه ای نداشتم و فقط بعضی وقتها حضور سنگینش رو کنار خودم حس میکردم. تا اینکه آخر هفته شد و من با رضا به محلی قدیمی تو بوشه به اسم کوتی رفتیم. اونجا خونه بابا بزرگ رضا. وقتی که داخل شدم یه جوری من نگاه انداخت انگار که همه چیز رو فهمیده و من متوجه شدم که چون به کارهای ماورایی تسلط داره پس موکل هم داره. ما باهاش سلام علیک کردیم، اون هم با نهایت ادب و احترام با همون برخورد کرد. بعد یکم گپ و گفت که همگی بیرون برید و فقط تو بمون داخل. و وقتی این حرف زد مو به تنم سیخ شد، چون که ما فقط 3 نفر بودیم، من، رضا و بابا بزرگ رضا. منظورش از همه کی بود؟ نشستیم که من گفتم شروع میکنم. من رامینم و میخوام داستان رو از اول براتون تعریف کنم. پدر بزرگ رضا که اسمش شیخ حسن بود گفت که نیازی نیست پسرم، من خودم همه چیز رو میدونم. گفتم میدونی؟ گفتم آها حتما رضا بهتون گفته. گفت بله، اونم چه رضایی؟ گفتم شیخ حسن مشکل من چیه؟ گفت که یک دختر از قبیله بنی القعیان عاشقت شده و میخواد به وصال با تو برسه و هر کی مانع این کار بشه اون رو هم از سر راه برمی‌داره و به احتمال خیلی زیاد هم کافر باشه، چون اصلا براش مهم نیست که برای رسیدن به تو چند نفر رو باید بکشه یا اذیت بکنه. بهش گفتم که اگه من نخوام چجوری باید نجات پیدا کنم؟ و شیخ حسن گفت که اول باید ببینیم که طلسمت کردن یا ناخواسته درگیر چنین چیزی شده. اگه طلسم شده باشه که بحثش جداست و میشه کارش کرد، ولی اگه ناخواسته درگیر چنین چیزی شده باشی به این راحتی ها قرار نیست نجات پیدا کنی. گفتم یعنی چی؟ راه حلش چیه؟ گفت یا تو باید ببینی یا اون، یا اینکه به هم برسیم، چون اون زن به این راحتی ها دست بردار نیست. شیخ حسن بهم گفت که نشون شده ای داری یا نامزدی داری که باش در ارتباط باشی. بهش گفتم که دختر داییم ترانه از بچگی اسمش روم بود و قرار بود با هم ازدواج کنیم و بهم گفت که خیلی مراقب اون باشم، چون اگه اون زن احساس کنه که ترانه رقیبشه احتمال داره به اون هم آسیب بزنه. من که دست پام کاملا یخ کرده بود انگار دنیا رو سرم خراب شد و نمیدونستم چیکار کنم و یک سوالی ذهنم رو درگیر کرده بود. ازش پرسیدم که شیخ حسن آیا الان هم حرفام رو میشنوه؟ گفت که این زن از 10 فرسخی اینجا هم رد نمیشه، چون اینجا پر از مقدسات مختلف از ادیان مختلف
و اون اینجا نمیتونه بیاد. گفت که من میتونستم به وسیله موکلم حدس بزنم که این دختر از کدوم قبیله است، چند سالشه و از تو چی میخواد. ولی خب ما به حدس زدن نیازی نداریم و باید مطمئن بشیم که کیه و چی کار است. ازم چند سوال پرسید. گفت که وقتی کنارشی یا حسش میکنی ازت سوال میپرسه؟ گفتم نه. گفت پس چجوری میفهمیم که اون کناره؟ گفتم که همراه ساز خوندن ما همخونی میکنه یا با هم همراهی میکنه. گفت پس دفعه بعدی که دیدیش حتما ازش چند تا سوال بپرس که اسمش چیه، سنش چقدره و اینکه کدوم قبیله زندگی میکنه.